الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، شنونده های گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما عزیزان خوب را خوش آمدید میگم به 100 داستان اسلامی. البته شما عزیزان خوب داستان اول را شنیدید، داستان دوم است که خدمت شما عزیزان عرض میشه و عنوان بحث است: آمریکا نمیخوابد. خیلی داستان مهم، کوتاه و ارزنده هست. یکی از دایان دین که شیخ رفاعی سرور رحمه الله نام داشت، دخترش در شب از خواب بیدار میشد و میدید که پدرش در بین کتاب ها است. از وی میپرسید: آیا نمیخوابی پدر جان؟ پدر در جواب میگفت که نخیر دخترم، آمریکا که نمیخوابد. فرزندان و شاگردان او از این شیخ بزرگوار یا در راه الله شهید شدند، یا اسیر گشتند و یا تحت تعقیب قرار دارند. حتی عروسی شیخ بزرگوار، همسر عمر رفاعی سرور تقبله الله که از مسیحیت به اسلام گرویده بود، همراه کودکان شیرخوارش به دست مسیحی مصر تحویل دادند تا آنها را از دینشان باز دارند. عمر رفاعی رحمه الله پیش از ازدواج با همسرش درباره شرایط تحت تعقیب بودن و وضعیت امنیتی خود برای همسرش گفته بود که من در مقابل نظام‌های طاغوتی مبارزه میکنم. من میخوام مردگونه زندگی بکنم. تو دختری که کافر بودی مسلمان شدی، آیا میپذیری که زندگی مشکل زاب برد اگر پیش و پریشان نمیشی؟ دختری که مسیحی بود نو مسلمان شده میگه من جز بهشت را نمیخوام، مسیر بهشت را انتخاب میکنم. در مقابل این که من به طرف جنت الله برم، چقدر مصیبت ها بیام متحمل میشم. رسول الله علیه السلام میفرماد: حجبت الجنة بالمکاره و حجبت النار بالشهوات. جنت الله سبحانه و تعالی در پشت مشقت ها پنهان است و جهنم در پشت شهوت ها. الله متعال ما را اهل جنت بگرداند و آنانی که در راه دین اسلام با خون و مال و جان و وقتشان قربانی میته، الله متعال قبول بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.